سلام و سفارهای عزیز، خسته نباشین. این برش آکاسیف سقفی که بعضی جا گفتن آکاسیف سقفی رو چجوری برش بزنیم. نگاه این قسمت اینجوری برش بزنن این صاف شه. نگاه مثل این اینجوری صاف شه. از وسط هم اینجوری برش بزنی. بعد از اینجا هم از وسطی هم اینجوری برش میزنی در میاد این این زقامش طبعا 9 سان 10 سان با گچ و دنگ فنگش طبعا در میاد 12 13 سان. این عرض 30 با گچش اینا میشه 32 با نور مخفیش میشه طبعا 40 45. مرسی.